سلام دوستان عزیز، بیشتر مواقع شما به خاطر گرفتن اطلاعات، شاید به خاطر تکمیل مونوگرافتان باشه و یا هم به خاطر معلومات عمومی خودتان، شما به اینترنت سر میزنید و در اینجا بعضی موارد را جستجو میکنید، اما بیشتر مواقع شما به موارد مطلوب در وجود دسترسی پیدا نمیکنید و همچنین بیشتر افراد هستند که از فرصتایی که در اینترنت وجود داره اونا خبر ندارن و نمیتونن از او استفاده بکنن. پس در این ویدیو ما برای شما تکنیک‌ها و روش‌هایی را میگم تا شما بتونید با این روش‌ها و تکنیک‌ها به دقیق ترین مطالبی که شما نیاز دارین به او برسید. و مواردی که برای شما توضیح میتم در صفحه جستجوی گوگل براتون نشان میتم. خب سفر ما براتون کلان میکنم تا شما ببینید. در این قسمت برای شما نشان میتم تا شما بتونید چه قسم از این روش‌ها استفاده بکنید. پس اگر میخواید درباره از این مورد بفهمید، ادامه ویدیو را ببینید. دوستان عزیز، اگر تا فعلا در کانال ما سابسکرایب نکردین، میتونید دکمه سابسکرایب در پایین ویدیو کلیک بکنین و اگر علامه زنگوله را در بالش کلیک بکنین، از جدیدترین ویدیو و آموزش‌هایی که من آپلود میکنم به یوتیوب شما را خبر میکنه و شما میتونید ویدیو و آموزش‌های جدیدی ما را ببینید. مواردی که برای شما امروز توضیح میتونم به زبان فارسی است و شما میتونید این روش‌ها را به زبان انگلیسی هم تطبیق بکنین و به نتایج خوبتر برسین. دوستان عزیز، اولین مورد استفاده رایگان از سافت‌ویر است که شما میتونید با نام سافت‌ویری که ضرورت دارین در صفحه گوگل نوشته بکنین، بعد از او یک کلمه دانلود به زبان فارسی هم در پالیش اضافه بکنین. برای شما از سایت‌های ایرانی سافت‌ویرایی را پیشنهاد می‌دم و شما میتونید از اینجا دانلود بکنین و او را استفاده بکنین. و فایده سایت‌های ایرانی همیشه است که شما نیاز نیست که پول پرداخت بکنین به خاطر استفاده از سافت‌ویرها. به طور مثالی که ما فوتوشاپ دانلود اضافه کردیم در پالیش، سایت‌های خیلی زیاد از کشور ایران است که سافت‌ویر فوتوشاپ نسخه قفل شکستیش برای ما پیشنهاد میده و من میتونم دانلود بکنم. مورد بعدی پیدا کردن کتاب‌ها از اینترنت. شما به خاطر کتاب‌ها کافی است که نام کتاب نوشته بکنین، در پالیش در انگلیسی یک PDF اضافه میکنین. برای شما سایت‌هایی که پیشنهاد میشه تمامش سایت‌هایی هستند که اونا نسخه PDF از کتاب برای شما پیشنهاد میکنه تا شما از او دانلود بکنین. به طور مثال در قسمت کتاب فرار از مدرسه یک PDF در پالیش اضافه کردیم و برای ما سایت‌هایی که پیشنهاد میده تمامش PDF از کتاب برای ما پیشنهاد میده و ما میتونیم دانلود بکنیم. شما تمام سایت‌هایی که میبینین نسخه PDF از کتاب برای ما پیشنهاد داده. و یا هم شما میتونید از پسوندهای مختلف به خاطر پیدا کردن مطالب استفاده بکنین. به طور مثال شما درباره اینترنت اگر جستجو میکنین یک edu اضافه میکنین در آخرش که معنای education میده و برای شما نتایجی که پیشنهاد میده بیشتر از سایت‌های اکادمیک میباشه که من متاسفانه در بخش دری وقتی سرچ کردم edu اضافه کردم، کدام نتیجه از کدام سایت یا پنتون که .edu داشته باشه و سایت علمی باشه برای ما پیشنهاد نکرد، اما در انگلیسی نتیجه میده. وقتی شما به انگلیسی جستجو میکنین به طور مثال لا که قانون مانع میده، بعد از یک edu اضافه میکنین، برای شما نتایجی که پیشنهاد میده سایت های معتبر علمی است که درباره از اون مطلب معلومات ارائه کرده. به طور مثال شما تمام سایت هایی که اینجا میبینین تمامش در آخر خود edu داره و این به این معنی است که شما مطالبی که در این سایت پیدا میکنین به شکل علمی بالای از بحث شده و مقالاتی که درباره از نوشته شده برای شما پیشنهاد میده. و پسوند دیگه که به طور مثال کارتون نوشته کردیم، بعد از PSD اضافه کردیم که PSD پسوند فوتوشاپ است که ما میخوایم فایل فوتوشاپ از زیر داشته باشم تا بتونم بالا از بیشتر تغییرات آورده بتونم. بعد از او سایت هایی که برای شما پیشنهاد میده تمامش فایل PSD دارن. خب تمام سایت ها فرمت PSD شه برای شما پیشنهاد میده که فرمت فوتوشاپ است. مورد بعدی است وقتی شما یک مطلب در اینترنت جستجو میکنین، گوگل کوشش میکنه هر کلمه‌ای که در جمله شما وجود داشته باشه درباره هر کدام از این سایت‌های مختلف بگرده و جستجو کنه برای شما نتایج که مرتبط باشه و او برای شما نشان بده. و به همین خاطر است که به طور مثال شما یک مطلب جستجو میکنین. خب ما اینجا جستجو کردیم صحبت کردن به انگلیسی، 15 میلیون نتیجه برای ما پیشنهاد کرده و این 15 میلیون تمامش درباره صحبت کردن انگلیسی نیست، درباره موارد مختلفی که مربوط به ای باشه یا مرتبط به ای باشه و یا هم مربوط به هر کلمه‌ایش که باشه برای ما پیشنهاد کرده. حالا اگه شما میخواین نتایج شما فشرده‌تر و دقیق‌تر باشه، شما کافی است که یک گیومه و یا هم کوتیشن مارک میگن، دبل کوتیشن مارک به انگلیسی برش میگن، در دو طرف جمله تان اضافه میکنین. دقیقاً شما جمله که وارد کردین اگر عموم مطلب
در سایت وجود داشته باشه بر شما پیشنهاد میده و اگر وجود نداشته باشه بر شما پیشنهاد نمیده و صرف نظر میکنه و این بر شما کمک میکنه که به نتایج دقیق‌تر دسترسی پیدا بکنین. خب دیگه ما صحبت کردن انگلیسی را جستجو کردیم و بعضی سایت‌هایی که برای ما پیشنهاد کرده به طور مثال یادگیری انگلیسی اینجا وجود داره و ما نمیخوایم که یادگیری انگلیسی باشه، فقط صحبت کردن انگلیسی باشه. به این خاطر ما دو گیومه یا دو کوتیشن مارک در دو طرف جمله خود اضافه کردم. بعد از اون تمام نتایجی که برای ما پیشنهاد میده تمامش موارد است که صحبت کردن انگلیسی در او شامل باشه. اگر او شامل نباشه برای ما پیشنهاد نمیده. و اگر در این قسمت ببینین 20800 نتیجه برای ما پیشنهاد کرد و اگر در نتیجه قبلی ما شما ببینیم 15 میلیون، یعنی بسیار دقیق و کوچک کرد و تمام مواردی که مربوط از اون نمیشد تمامش بیرون کشید. مورد بعدی است که وقت شما سوال را میخواین از گوگل یا هم از یوتیوب پرسان بکنین، کوشش بکنین جمله خود کوتاه‌تر بسازین. به طور مثال شما اگر سرچ بکنین که چگونه صفحات کتاب را در ورد شماره گذاری کنیم، خب این یک نوع سوال است، نتایج را بر پیشنهاد میده، اما خیلی از نتایج خارج از موضوع می باشه و مخالف چیزی می باشه که ما ازش درخواست کردیم. به اون خاطر شما اگر کوشش بکنین جمله تان کوتاه‌تر بسازین و نکات کلیدی که شما نیاز دارین او را جستجو بکنین، نتایج دقیق تر برای شما پیدا میکنه. و طور مثال شماره گذاری صفحات در ورد اگر سرچ بکنین شما نتایج خیلی دقیق تر برای شما پیشنهاد میده. و این دقیقاً مثل گپ قبلی است که من برای شما گفتم اگر هر چقدر جمله شما دراز باشه بالای هر کلمهش گوگل جستجو انجام میده در سایت ها مختلف و برای شما نتایج زیاد را پیشنهاد میده که بیشتر از نتایج خارج از موضوع می باشه و یا هم چیزی می باشه که ما از او تقاضا نداریم. مورد بعدی است که شما بیشتر مواقع نام فیلم، کتاب، سریال یا هر مورد دیگه که باشه شما یک قسمتش به یاد دارین و یا یک قسمتش از یادتان رفته، شما این چه قسم میتونین جستجو بکنین؟ اما قسمتی که فراموشتان شده میتونید در جای از یک ستاره بانین. به طور مثالش رو بر شما نشان بدم. اما کتاب فرار از مدرسه را که قبلا من بر شما نشان دادم، شما فرض بگیرین که مدرسهش فراموشم شده، به او خاطر ما یک ستاره ماندیم به جای از او. حالا به جای از او ستاره که ما وارد کردیم بعضی پیشنهادایی را گوگل برای ما داره که ما میتونیم یک از اونها را استفاده بکنیم. اما بیشتر پیشنهادایی که برای ما کرده میبینید بیشترش سریال‌های تلویزیونی است، فرار از زندان. اگر شما میخواین که به طور مثال کتاب جستجو بکنین، کافی است یک PDF در آخرش اضافه بکنین تا گوگل همینقدر بفهمه که این کتاب است. بعد از مطالبی که برای شما پیشنهاد میده بیشتر کتاب پیشنهاد میده. خب مثال بعدی را شما ببینید، فرار از با ستاره ماندیم باز PDF. حالا برای من تمام نتایجی که برای من پیشنهاد میده تمامش کتاب است که میبینین فرار از اردوگاه، فرار از خواب، خب بالاخره فرار از مدرسه از زرین کوه، هم کتابی که من میخواستم او رو برای من پیشنهاد داد. مورد بعدی است شما وقتی یک مصری از یک شعر از یک کس میشنوین و هم یک جای میبینین و شما میخواین که کامل از اون شعر پیدا بکنین، شما کافی است که همون مصری که یادتان از در گوگل وارد بکنین، مطابقی شعر از سایت های مختلف بر شما پیشنهاد میده. و طور مثال من اینجا بر شما مثال نشان بدم. بنی آدم اعضای یکدیگرند یک از شعرهای سعدی است. ما یک مصری شده اینجا وارد کردیم، سایت های زیاد را بر من پیشنهاد داده که شعر کامل شده اونجا من میتونم پیدا بکنم بر علاوه توضیحات دیگه. خب اگر من بالای از این سایت اول کلیک بکنم شعر کاملش اینجا میتونم ببینین و بعضی مطالب و توضیحات دیگه برش داده، ترجمهش به انگلیسی هم برای شما گفته که اگه شما نیاز داشته باشین. مورد بعدی است وقت شما میخواین یک مطلب جستجو بکنین، میخواین یک کلمه شامل مطلب شما نباشه، شامل پیشنهادی که برای شما گوگل میده، میتونید یک کلمه منفی اضافه بکنین. به طور مثال من جاهای دیدنی وقتی که جستجو میکنم در گوگل، برای من جایی که پیشنهاد میده چون که جستجوی ما به زبان فارسی است و بیشتر مطالبی که تولید میشه از کشور ایران است، بیشتر جاهای دیدنی از کشور ایران برای من پیشنهاد میده. سیر در ایران، جای دیدنی در ایران و هم جای دیدنی ایران، تمامش کلمه ایران در شامل است. ما میخوایم جای دیدنی رو برای من نشان بده اما از دیگه کشور یا کلمه ایران در شامل نباشه. شما کافی است یک علامه منفی اضافه بکنین و کلمه ایران بعد از او اضافه بکنین. مثل ازی در این قسمت بر شما نتایجی که پیشنهاد میده کلمه ایران در شامل نمیباشه. و قسمی که شما میبینین کلا رشته کوههای آلپ، دیدنی اتریش و نیویورک است و آنتالیا، اروپا، تمام جایی که بر شما پیشنهاد میده خارج از ایران می باشه. خب یک مثال به شما میتونید روش در دیگه مطالب هم تطبیق بکنین. به طور مثال شما یک پکیج یا یک آموزش میخواین پیدا بکنین اما گزینه خرید یا پولی درش اضافه نباشه، شما رایگانش کار دارین، شما کافی است بعد از علامه منفی خرید یا پولی یا هر موردی که مورد نظر شماست او را اضافه بکنین و بر شما گزینه‌ای که پیشنهاد میشه تمامش رایگان می باشه. مورد بعدی پیدا کردن مخففات است. به طور مثال یک از مواردی که در پست‌های فیسبوک من زیاد می‌دیدم که در آخر پست فیسبوک خود اضافه می‌کردن پی نون، من این مورد نمی‌فهمیدم و خاطر من جستجو کردم و میتونید شما به این قسم مخففات جستجو بکنید. مخفف پی نون و در اینجا کاملا یک سایت است که به نام مخفف است که شاید کامل مخفف‌ها رو برام داشته باشه. مخفف پی نون چیست
باز توضیحات داده که این از سوی از به خاطر استفاده میشه و پینوشت یا تمام مواردی که بر شما پیشنهاد میشه مخفف پینونه براتون تشریح کرده. و هم به انگلیسی شما سرچ میکنین CIA stand for. CIA یک مخفف است که بر شما مخفف اینجا معنا کرده Central Intelligence Agency. شما میتونید هر مخفف که به زبان انگلیسی هم باشه در پاریش یک استندفار اضافه میکنین بر شما مخفف توضیح میده. مورد بعدی که افراد زیاد از این آگاهی ندارنی است که شما میتونید مشکلات کامپیوتریتان بسیار به سادگی از اینترنت سوال بکنین بر شما جواب میده. به طور مثال وقت چارجر را به کامپیوتر وصل میکنیم چارج نمیگیره و بر ما یک ایرر مسیج میده که plug it in not charging. خب من این جستجو کردم در اینترنت. خب در این قسمت یک توضیح داده که سبب از چی است، چرا این قسم رخ میده و چه قسم میره حل بکنیم، how to fix، چطور ترمیمش بکنیم. و همه قسم سایت های خیلی زیاد است که بر شما راه های مختلفه به خاطر ترمیم از این مشکل پیشنهاد میکنه. متاسفانه این مورد تا فعلا در زبان فارسی زیاد رشد نکرده و سایت های خیلی زیاد را من پیدا نتونستم به این خاطر که مشکلات کامپیوتری را جواب بده. اما به زبان انگلیسی اگه شما بلدیت داشته باشین خیلی میتونید مطالب خوب را پیدا بکنین. برای هم شما میتونید از یوتیوب استفاده بکنین. به طور مثال من سرچ کردم کامپیوتر فن نات ورکینگ، یعنی پکی کامپیوتر من خراب شده و هم کار نمیده. برای من ویدیوهای خیلی زیاد را پیشنهاد میکنه که روش‌هایش برای من یاد میده که چه قسم را باز بکنیم، چه قسم ترمیمش بکنیم و هم مشکلی که داره طریقه حلش برای ما نشان میده. و هم هر مشکل کامپیوتری دیگه که شما داشته باشین، بیشتر مشکلات مربوط سافت‌ور می باشه، برای شما ایرر میده برنامه‌ای را که شما استفاده میکنین و هم خطایی را نشان میده در صفحه کامپیوترتان. شما دقیقاً کلماتی که در خطا نوشته است او را در صفحه گوگل جستجو میکنین، برای شما نتایج خیلی خوب را از سایت‌های مختلف پیشنهاد میکنه. شما میتونید با تطبیق از او مواردی که برای شما پیشنهاد میکنه مشکلات خود حل بکنین. مورد بعدی است که بعضی وقتا شما میخواین بهترین سایت‌ها، بهترین وسیله و یا هم بهترین نرم افزار و یا هم هر چیز دیگه که شما بهترینایش میخواین جستجو بکنین. جوش اینترنت است، شما میتونید از اینترنت به سادگی سوال بکنین. به طور مثال من اینجا سرچ کردم بهترین سایت‌های اخبار تکنولوژی. خب برای من تمام پیشنهادهایی که از سایت‌های مختلف میکنه 10 سایت برتر تکنولوژی سال 2018، دیجیاتو حل از با اخبار فناوری، زومید اخبار فناوری و هم تمام مواردی که برای ما پیشنهاد میده بهترین سایت ها رو برای ما معرفی میکنه. و هم بهترین نرم افزار ادیت فیلم که معرفی 7 نرم افزار و ارائه فیلم برتر برای ویندوز و مک. سایت های خیلی زیاد است در این مورد برای ما پیشنهادهای خوبی را داره. و اگه شما بهترین ها رو در یوتیوب سرچ میکنین ویدیوهایی که برای شما پیشنهاد میشه خوبیش در این است که برای شما تفاوت های از اینا میگه که از کدام نگاه اینا بهترین هستن. و یه چیز جالب است که بهترین گوشی را به طور مثال 3 بهترین موبایل 2020 بر شما اینجا معرفی میکنه و بعد از او موارد شما میگه که از دیگه موبایل اینا چی تفاوت داره. و در بخش زبان فارسی هم حالا خیلی تولید محتوای زیاد میشه و شما میتونید در بخش‌های مختلف بهترینا را پیدا بکنید. مورد بعدی پیدا کردن آموزش‌ها است. در بخش‌های مختلف شما میتونید آموزش‌های جالب را پیدا بکنید، خصوصا در یوتیوب که با ویدیو توضیح داده. آموزش سافت‌ورها را اگه شما میخواین، آموزش فتوشاپ، ویدیوهای خیلی زیاد است که درباره فتوشاپ بر شما آموزش داده و هم هر سافت‌وری که شما خواسته باشین درباره موارد مختلف بر شما آموزش‌های وجود داره. و امروزه در بخش زبان فارسی هم محتوای خیلی زیاد در اینترنت وجود داره، خصوصا در یوتیوب شما میتونید را پیدا بکنید و ببینید. و هم بدون آموزش‌های سافت‌ورها شما میتونید هر نوع آموزش در یوتیوب پیدا بکنید. به طور مثال آموزش پارکور یک از ورزش‌های جالب است که مردم حرکت‌های خیلی جالب انجام میدن. شما میتونید در یوتیوب آموزش‌هایش ببینید. و یا هم اگه شما میخواین در انگلیسی سرچ بکنین آموزش‌ها را کافی است که مطلب وارد بکنین و در پاریش یک کلمه توتوریال اضافه بکنین، بر شما آموزش‌های را در اون بخش پیشنهاد میکنه. به طور مثال من اینجا سرچ کردم فایت توتوریال آموزش‌های رزمی که برای من خیلی از نتایج بی‌نهایت زیاد را در زبان انگلیسی برای من پیشنهاد کرده. مورد بعدی است وقت شما میخواین یک وسیله را خریداری بکنین، به طور مثال کامپیوتر یا موبایل را، و شما میتونید ویدیوهای بررسیش در اینترنت ببینین. به طور مثال شما یک موبایل میخرین اما پیش از اون نمیفهمید که چه خصوصیات داره، آیا ارزش زیر داره ما پول بتونم این وسیله را خریداری بکنم. به اون خاطر پیش از شما میرین یک ویدیو بررسیش یا دو سه ویدیو بررسیش میبینین، بعد از اگر ضرورتتون رفع میکنه شما میرین و خریداری میکنین. به طور مثال ما جستجو کردیم بررسی آیفون 11. ویدیوهای خیلی زیاد است که آیفون 11 را بررسی کرده و شما این را میبینین و مزایایی که اینا تشریح میکنن. اگر خوشتون اومد میرین اون را میخرین. تا جایی که من جستجو کردم ویدیوهای بررسی درباره موبایل خیلی زیاد است در زبان فارسی، اما در بعض موارد دیگه مثلا کامپیوتر و به زبان فارسی کانال‌های زیاد را پیدا نکردم که اونا را بررسی کرده باشن. و همچنین شما میتونید هر مورد دیگه که خواسته باشین خریداری بکنین، پیش از یک ویدیو بررسی یا ریویوش در اینترنت میتونید ببینین، بعد از اگه که مورد ضرورتتون بود میتونید اون را خریداری بکنین. به طور مثال کانون 1D ریویو یک از کامرای کانون است
که شما میتونید با اضافه کردن کلمه ریویو در پیش روش ویدیوهای بررسی از این رو به زبان انگلیسی پیدا بکنین اگر به زبان فارسی پیدا کردن نتونستین. و کانال خیلی زیاد است، افراد خیلی زیاد است که وسایل مختلف ریویو کردن و نتایج کارکردش با شما به اشتراک گذاشته و شما میتونید او را ببینین. اگر مورد ضرورتان بود و مشکل شما رو رفع میکرد میتونید او را خریداری بکنین. مورد بعدی است که شما خیلی از ویدیوها رو میتونید در یوتیوب پیدا بکنین که بر شما ساختن کاردستی و وسایلی که شما میتونید با دست بسازین او را بر شما آموزش میده. به طور مثال من سرچ کردم کاردستی موتر که خیلی کاردستی ها جالب را ساختنش بر ما نشان میده. خب تنها وسایل بازی نیست، به طور مثال بیشتر وسایل هستند که اونا خیلی قیمت زیاد دارن و اگه شما بتونید اون را با دست بسازین بر شما خیلی اقتصادی تمام میشه. به طور مثال گیمبل یک وسیله است که وقتی شما ویدیو میگیرین توسط موبایل یا هم کامera اگه امروی دست بگیرین خیلی تکان میخوره و ویدیوی شما جالب نمیاد. اگه از این وسیله شما استفاده بکنین ویدیوهای خیلی آرام و جالب میتونین بگیرین و اگه این قیمتش در اینترنت شما جستجو بکنین در حدود 600 400 700 دلار است که برای خیلی افراد شاید اقتصادی نباشه و اگه خودتون بسازین خیلی اقتصادی بر شما تمام میشه. و میبینین ویدیوهای خیلی زیاد است که ایره بر شما آموزش داده که شما چه قسم میتونین خودتون ایره بسازین. به طور مثال شما میتونین کاردستی های گل بسازین که ویدیوهای خیلی جالب و کاردستی های خیلی جالب رو بر شما پیشنهاد میده، شما میتونین از این استفاده بکنین. یعنی کلا فرصت های است که در اینترنت وجود داره و شما میتونین از این استفاده بکنین. مورد بعدی هم مطالب و ویدیوهایی است که بر شما مقایسه میکنن. به طور مثال شما میخواین یک موبایل بگیرین اما بین دو موبایل تصمیم گرفتن نمیتونین. شما میتونین که جستجو بکنین مقایسه به طور مثال S20 Ultra با آیفون 11 پرو مکس. بر شما ویدیوهای خیلی زیاد از مقایسه و بررسی از این موبایل پیشنهاد میشه که شما میتونید بعد از دیدن از این ویدیو تصمیمتان بگیرین و یا هم مقایسه در بخش‌های مختلف در هر موردی که شما خواسته باشین ویدیوهایش میتونید پیدا بکنین و از اون استفاده بکنین. خب دوستان عزیز این یک بخش از فرصتایی بود که در اینترنت وجود داره و شما میتونید از این استفاده بکنین، در حالی که خیلی از فرصتای دیگه هم در اینترنت وجود داره و شما میتونید هر سوالی که در ذهن شما خطور میکنه در گوگل سرچ بکنین و بر شما جوابای جالب را ارائه میده. خدا کنه این ویدیو بر شما مفید بوده باشه و شما بتونید از اینترنت استفاده اعظمی را بکنین. اگه ویدیو برای شما جالب بود لایک بکنین، با دوستانتون شریک بسازین تا از این موضوع مستفید شوند و اگر میخواین از ویدیو آموزش‌های بعدی ما با خبر شین دکمه سابسکرایب در پایین ویدیو کلیک بکنین و اگر علامه زنگوله رو هم پالیش کلیک بکنین هر وقت من ویدیو جدید آپلود کنم برای شما نوتیفیکیشن میاد و شما میتونید ویدیو جدید مرا ببینید. داخلم چند ویدیو دیگه برای شما پیشنهاد میدم که فکر میکنم برای شما مفید باشه تا یک از اینا رو به عنوان ویدیو بعدی از کانال ما ببینین و تشکر از وقت گذاشتین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.